وقتی یه چیزی رو رها میکنی یعنی تو تمام قدرت و انرژی تو از اون چیز پس گرفتی. حالا یه سری اوقات روی سری چیزا خیلی تمرکز میکنی، مثلا اکست. وقتی خواستنش رو متوقف میکنی یهو سر کلش پیدا میشه، یهو بهت زنگ میزنه، یهو بهت پیام میده، حالا اونه که تو رو میخواد. چرا؟ چون تو انرژی تو پس گرفتی. الان تمام تو مال خودته و همه چیز به سوی تو جذب میشه. این روی خیلی چیزا صدق میکنه. حالا اونا که میخوان با تو باشن تا تو بخوای با اونا باشی. هیچ چیزی مثل حس درموندگی و ناامیدی نیست. حس ناامیدی دفع کننده است. وقتی تو حس ناامیدی داری یعنی ذهنیتی مبتنی بر کمبود داری و به این اعتقاد نداری که این دنیا پر از فراوانی آفریده شده و همه این چیزها برای توه. این روی پول هم صدق میکنه. کلی مولتی میلیاردر تو این دنیا هستن. ما هممون میدونیم که پول آزادی میاره. پول برای تو همه چیز میاره. و خیلی ها میگن چرا انقدر زیاده خواهی؟ چه جوری جرأت میکنی؟ چرا نباشم؟ این دنیا پر از فراوانی و تو هر آن چیزی که بخوای برای توه. پارت دوم رو براتون اگر بخواید آپلود میکنم و در این مورد بیشتر باهاتون صحبت میکنم.